گفتار بیستم. درنده. مهبانو غرق خیالات شیرین به نزدیکی به شوهر می براید. وارد باغشان گشت تا دسته سبزی چیند. به میانجای باغ رسید و واه گفته در جایش شخ شد. دورتر از او یک پیکر بزرگی پرپشم پاره کوه برین می خوابید. مهبانو با تمام آواز چیراست زده به قفا تاخت. مردم هنگام طلب گویا در کمینگاه ایستاده همین تریواگ مهبانو را انتظار بودند که در آن طرف باغ را احاطه کرده چگب می گفتند. چون مهبانوی زبانش گرفته سوی کوهپاره حیوان پرپشم اشاره کرد، همه از هراس به اختیار چون نظامیان 2-3 قدم قفا پرتافتند. خیرس ندا کرد یکی. البستی خلاصه کرد دیگری. نه اینو نه آن گفت سردار دهه. این یگان حیوان درنده نهایت خفناک. بینید از شور و غوغای ما ذره پروا نکرده چون سنگ پشت سر به درون کشیده خوابیده است. یگان چاره تعجیلی جستن لازم. ملیسه را فریاد کردن در کار. ندا کرد کدام با آواز لرزان. ساعت نگذشته دسته مسلح ملیسه باغ را احاطه کرده گرفت. از افتش این حیوان انچه منچه نه. در گمان است که تنها ما از عهده محاربه با آن برایم. قوه علاوه دعوت باید کرد. گفت سرور ملیسه در حالی که گاه به آن کوهپاره و گاه به سلاح دستش نظر می افکند. مشورت کرده دسته سوختار خاموشساز دعوت نمودند، ولی از آنها نیز دل پر نشده به حکومت قلمرو مراجعت نمودند. با قرار فوری حکومت قلمرو به دهه هیئت محدود ارتش ملی درآورده شد. ملی 10 автомат و تانک و بتر سوی حیوان فوق الطبیعی راست گشت. مرگنهای ماهر دهه نیز اندکی به خود آمده با ملتقهای شکاری در خانه هایشان شینک گرفتند. کمپیر مویسفیدان به تهخانه 3 لیتر نگهداری کلخاز ایواکواتسیا کرده شدند. مویسفید غفور از کجای جوشن زنگ زده را یافته به تنگ کشید. کمپیرش مفتون بانو کارد آن به دست در پس او روز شد. بچه های چوبک به بلندترین شاخهای درختان برآمدند. در دهه وضعیت فوق‌العاده و وقت کامندتی جاری کرده شد. این دم حادثه گوشناچنید و چشم نادید رخ داد. خاله وسوسه بانو چشمانش را مالیده یقین تعیین در خواب بوده است کلتک به دست از حولیش به کوچه برآمد و یک به آدمان آشفته مسلح حیران نگریست و سان دلیرانه سوی درنده واهمناک قدم زده فریاد کرد. های کلوخلی عرق زده، باز جای دیروزت را اجاره گرفته ای کو؟ شوهر نشده مور. کنی خیز میگویم اینه بینیده باز پوستکی پوست خیرسی از مادر کلانم میراث مانده را یافته به پشت کشیده استه. ای ارواح مادر کلانم زنت گور سوخته، خیز میگم خیز. ناگهان پوستکی عظیم چون خرسنگ به جنبش آمده یک طرفه چپه شد و از زیر آن کلوخلی پیان برآمده کلویده پیش وسوسه بانو به راه درآمد.